یک نفس عمیق و آرام بکش و بگذار قلب تو این حقیقت را عمیقاً احساس کند. تو در جهانی زندگی می‌کنی که پایه آن فراوانی و فضل بی‌نهایت خداوند است. هر چیزی که آرزو داری از قبل در قلمرو خداوند خلق شده است و فقط منتظر همجریان شدن توست تا وارد زندگیت شود. تو برای تجربه فراوانی آفریده شده ای. خداوند نه تنها می‌خواهد که تو فراوانی را تجربه کنی، بلکه تمام کائنات را طوری خلق کرده است که این فراوانی به آسانی به سمت تو جریان یابد. اما اگر اینطور است، چرا گاهی فضل خداوند را احساس نمی کنی؟